مجازات‌های سنگین برای کسانی که به اتباع غیر مجاز سیم کارت، خانه و یا کارت بانکی بدهند. رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت 500 تا نهایتاً 1,200,000 نفر اتباع غیر مجاز در کشور وجود دارد. این که برخی بزرگ نمایی می‌کنند و آمار اتباع را تا 15 یا 18 میلیون بالا میبرند مبنایی ندارد. کسانی که سیم کارت یا کارت آبربانک یا خانه استجاری به اتباع غیر مجاز میدهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیر مجاز میگذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا میکنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام میدهند، همه اینها در حال شناسایی هستند و قوانین بسیار سخت از جمله مرگ مدنی یعنی محرومیت از خدمات اجتماعی در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.